موضوع ما در مورد خداوند در ادیان مختلف هست. نگاه دین اسلام به وجود خداوند. در طول تاریخ انسان همیشه به دنبال پاسخ این سوال بوده: آیا خدایی هست و اگر هست او کیست؟ در اسلام پاسخ روشن و قاطع هست: خدا هست، یکتا، بی همتا و فراتر از درک انسان. قرآن خدا رو این گونه توصیف کرده است: آفریدگاری که جز او نیست، به پنهان و آشکار آگاهی دارد، بر همه چیز پیروز، توانمند و از همه چیز برتر است. او از هر گونه شریک بی نیاز است و آفریدگاری است که صورتگری همه موجودات به دست اوست. آنچه را که بخواهد انجام می دهد و آنچه که انجام می دهد برخاسته از حکمت و تدبیر اوست. در قرآن خدا با نام الله و رحمان و رب معرفی می شود، واژه‌ای که به معنای خدای یگانه و مطلق است، نه زاده شده نه زاده می کند و هیچ چیزی شبیه او نیست. یکی از خلاصه ترین و عمیق ترین توصیف های خدا در اسلام در سوره اخلاص آمده: اوست خداوند یکتا، خداوند بی نیاز، نه زاده و نه زاییده شده و هیچ کس همتای او نیست. در یکی از احادیث خداوند گفته: گنجی مخفی بودم، دوست داشتم شناخته شوم، خلق را آفریدم تا شناخته شوم. در اسلام خدا نه فقط خالق همه چیز است، بلکه نزدیکترین حضور به دل انسان هاست و ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. الله در اسلام 99 نام زیبا داره که بهش میگن اسماء الحسنا. هر کدام نشان دهنده یک صفت از صفات اوست: مهربان، بخشنده، دانا، شنوا، بینا، حکیم، عادل، صبور و خیلی بیشتر. اما خدا در اسلام فقط داور و فرمانروا نیست. او پناه انسان است، بخشنده گناهکاران و راهنمای گمگشتگان. در نگاه اسلام خدا نه فقط قدرت مطلق، بلکه عشق مطلق است. خدای اسلام هم سزا می دهد، هم می بخشد، هم عظیم است، هم نزدیک. او به نیت‌ها نگاه می کند، نه فقط ظاهر. هر تپش دل، هر زمزمه بی صدا رو میشنوه. حتی وقتی گناهکاری
خسته ای یا ناامید، باز هم در قرآنش میگه ای بندگان من، اگر گناه هم کردید از رحمت خدا ناامید نشید،